مهارت‌های دیگه؟ مهارت‌های دیگه در کودکی هم باشه قبوله؟ بگو. بچه‌های میزدم. بله. چجوری؟ ما کلاس سوم دبستان بودم. خب از اولیا و دومیا تغذیه هاشونو میگرفتم. خب میخوردم به جاش چهارم پنجمیای براشون کتک میزدم. وای چه کار بد زشتی. چرا؟ خیلی بده کتک کاری، خیلی کار زشتی. نه اینا نپسندی. مظلوم بودن. نه. نه اخ تو نباید این کارو بکنی. گفت اینا پای یک. آره پایم کامل. چی پایم؟ بشینیم شب تا صبح با هم بگیم بخندیم. آره گفت اینا پای یک، یعنی منظور ماشینای سنگین، ماشینای بزرگ مثل کامیون و اینا. موالات حالا پشت کامیون نشستم. اهل کجایی؟ اهل جنوب. نه متوجهم. کجای جنوب؟ جنوب. عزیزم منظور شهرته. شهر جنوب. جناب خان میدونم شما همه ایران دوستاتن، ولی الان سوالم اینه کجا به دنیا اومدی؟ ما جنوب. میزان حقوق درخواستی روزی 15 میلیون تومان. بله؟ احلام خودش روزی 14 میلیون و 500 هزار تومان خرج داره. نه به نظرم غلطه. درخواستو بیار پایین‌تر. 14 میلیون تومان. بیشتر بیار پایین‌تر. 13 میلیون. بیا پایین. روزی 10,000 تومان. حالا 10,000 تومان هم میتونه یه ذره کم باشه، ولی خب حالا بعدک نه ما از 10,000 تومان یک ریال بیشتر نمیگیرم. روزی 10,000 حرف زدم باید پاش وایستم.